سنگر دشمن شکن پنشیر و پروان گذر شخص مسعود از مکررات عقب از سنگرش چون که دشمن کرده بود تدبیر رای دیگرش در کمینگاه ها نشستن دشمن از قصد سرش شکر الله زنده آمد با تمامی لشکرش قصه آن شب برایم اشکر زان با سقوط ضرب رفت از کف دگر شهر مزار با سقوط ضرب رفت از کف دگر شهر مزار نه خلیلی مان نه دوستم در آنجا پایدار شهر بلخ افتاد دست دوست و دشمن بار بار قلب ملت با میانم گشت از خود بیقرار هر که می گفت کار این ملت به پایان گشت با میان 4 روز بدتر شد به دست دشمنان سنگر قوم ازارا رفت دیگر از میان در بدخشانم نفوذ کرد دشمن طالب نشان شد تمام شهرها در اختیار ظالمان چشم دشمن حالیا به سوی پروان گشت حمله ها کردن سر پنشیر و پروان به شمار تا بدیرن سنگر مردان حق در اختیار گاز قربان سرکشیدندم ز نجرا بار بار از ره خواواک نمودند عمله ناانتظار بهر دشمن که و سنگم خار چشمان گشت شد به آخر سنگر آزاد مردان پنشیر مشت همت درس غیرت تو ایمان پنشیر قامت استاده در پیشگاه توفان پنشیر بر دل تاریخ کشور پردرخشان پنشیر در حقیقت حامیه این خاک افغان گشت دوستم ما این حقیقت را نمایان میکنیم قصه جنگ تخار و قوم پروان میکنیم طالبان و اجنبی را سخت راسان میکنیم این وطن را پاک از قوم دجالان میکنیم ثبت تاریخ این قیام شیر مردان میکنیم فوج پاکستان بیاوردم لبا توپ و تفنگ در شمالی قتل عام شد مردمان در خار و سنگ فوج موشون کی بیارد تا به چنگال پلنگ با مشرف نیست راه عید نمونده شرم و ننگ دشمن دین وطن رسوای دوران میکنه ما به انگلیس و روشن در عبرت دادیم از برژنف تا به گرباچوف ذلت دادیم در جهاد شوروی افغان را عزت دادیم با ملا و مرولادم درس عبرت دادیم آی اسای را فرار از خاک افغان میکنیم قوم لینن سرنگون شد قوم انگلیس همچنان مرگ اسای رسید از دومش از طالبان در شمالی حمله کردن با سپاه بیکران سر به سر لاشش بتاده 10,000 در کلکان این دشمن دین وطن رسوای دوران میکنه آمدند از راه بگرام دشمن خونخوار
آمدند از راه بگرام دشمن خونخوار کین، قهرمان جنرال اسلام بابا جان بود در کمین. را که تو دیسی که پی شد مرده افتاد در زمین، رای فرار خود نیافتن وار خطا گشتن چنین. انما غذا مثل غذای شاه مردان میکنه. حمله های فوج دشمن چون بر اسبایی کشید، نیز طالب نیز مسلمان بودند قوم پلید. از برای سلطنت صد روی سیاهی یا کشید، نه ملا نه مولوی هستند غلام زرخرید. این اگر شمالی فتح شد عزم سمنگان میکنه. این دیوس خاک فروشان مملکت در طالقان، هر طرف مهاجر نمودن دست دست مردمان. هر کجا چون بکشندم هر کدام پیر و جوان، رهبر طالب بدانید بلکه او از قلتبان. ما جهنم را پر از زمین خاک فروشان میکنه. فوج پاکستان و طالب خسته شدند این شکست، روی ندارن پیش بادارم چنان چیز بدست. نصف مسلمان نصف مجاهد قبل از این بود پرست. پاکستانی ها رو میگه سالها در خاک فروشی بودند این قوم پست. رو بدر جان فوج پرویز را خجالت مثل روسان میکنه. انما سپاهی اسلام امت پیغمبره، عدل و انصاف و شریعت راز قرآن میگیره. پرچم دین خدا را زیر آسمان میبره. در جهاد و قتل مشرک پیروی آن حیدره. انما عمل بر رفتر و قانون قرآن میکنه. غیرت از فرد مجاهد مسکنش خمس الاسد، بر سر فرد مجاهد نصرت حق میرسد. نصرت حق میرسد چون ز دست این مجاهد کیف طالب میرسد. کم بکن تعریف طالب میگیرد با تو اسد. کنایه با استاد ربانی میگه میده خواهدنی که میخوان یا پروانه های صلح در واده کابل ها کم بکن تعریف طالب میگیرد با تو اسد. این تانگ طالب را حریف تانگ طالب را حریف کم رای میلان میکنه. دلم میگه آلا که زمان جنگل تو بخیر. دشمن که زدای استما بطنگر بخیر. آی هم وطن بسایه تر صلوات